سلام هموطنان و دوستان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمامی خوبی هاش. اما بعد ما مردم تاجیکستان 28 سال است که یک پرزیدنت داریم. اگرچه بعضی من از اون جمله ما قبولش ندارم، اما به هر حال در تاجیکستان او وجود داره. یعنی که یک نفر است که 28 سال است، نیتی رفتن نداره و بغیر از این که نیتی رفتن نداشته باشه باز از او قهرمان میتروشن، دانا، باسواد، یعنی به همتا و حتی به نظیر نادیرشن میخونن. خیلی البته میدونن که زیادتر چاپلوسی و یعنی ظاهر پرستیش میکنن، اما ما دیدگیم که بسیارتر وقتی صحبت میکنه، سخنرانی میکنه در جلسه های چی داخل از تاجیکستان باشه چی از خارج از تاجیکستان، از روی ورق گپ میزنه، از روی هموش پرگاه که میگن کو از روی همو گپ میزنه. اگر بگن که خیلی بسیار پرزیدنت ها هستن که از روی ورق گپ میزنن، اما نه اینکه دیگر در جنازه، در خرسندی، در تمامی بگیم که پستی و بلندی در همه حالت از روی ورق گپ زدن، این نشانه سوادناکی یا که یک آدمی با معرفت دانا را نشون نمیده. دیگه پرزیدنت های سخنان مهم یا که همون وقتی که معین شده برای همون از روی ورق گپ میزنن. خیلی بگذار که ما بگیم که هر یک انسان اشتباه میکنه، آدم به خطا نیست، به گناه نیست. نه که همه یک پرچه نوارای ما همی را میمونم و صحبت دوام میتیم. همه شما را با جشن کسبیتان تبریک گفته در ادای وظیفه پرشرف و پرمسئولیتتان به نفع دولت و خلق تاجیکستان عزیز موفقیت آرزو می‌نمایم. خب نگاه کنین، حتی همین تبریکات، یک تشکر و قدردانی کردن از روی ورقه، این چه خیلی میشوه، چه خیلی میشوه. من دیگه چندین میتونم ویدیوش نشون بدم که حتی در توی فرزندش در روی ورق تبریک داره فرزندش یا دعاش داد نمیدونم. چه خیلی بفهمین از روی ورق یک گپی عادی است که را به ورق باید گپ زنی. این امروز من گپ زیستم، به ورق گپ زیستم. همین قدر همین گپوی است که همین را میتونی به ورق بگوی، شر نیست ورق بگیری. اگر به ورق گپ زنم، به ورق هم یک بعضی وقت تحلیل میکنه، نکی چیکار میکنه همه را جزیر میکنه. یک نوار خوردکه کم است، تماشا کنید. حتی مادران کلانسال با همان رسم و آیین‌های ملی، لباس‌های ملی اگر یک لحظه وای کنن تمامی وای عصبانیتی 100 سالش برآمده میره در سر. خب دیدین که خیلی به ورق گپ زنه چی میگه. طرز با ما صدها مثال ویدیو میتونم برای شما با پیشنهاد کنم یا نشون بدم، اما در کار نیست. شما بعضی دیدگین در امور رسانه ها کوتاه ما یا دیگر برادران میپرتوین دیدگی هستین که خیلی آدم ها را در بین مردم به ورق گپ زنه احمق شرمنده میکنه، هم خچه هم همون اطرافیاشه که حکومت حتی آبروی تاجیکستان میریزونه. خب این بعد یک خلاصه کوتاه در اطرافی سوادناکی یا یکی برآمدی رحمانوف که از روی ورق بود. یعنی که همون چیزی که می نویسنی را میتونیم را میخونه، این نمیتونه از فکری خودش علم نداره، سواد نداره که صحبت کنه. در دزدی و در غارت و ظلم سواد خوب داره. انا نگاه کنید، ما یک صحبتی در گذشته داشتیم که بعضی کارمندای حکومت اعضاشه، چی از تندرستی باشه، وزارت معارف باشه یا که وزارت های داخله و خارجه و مدافعه و هر یک ساختارها، حتی نفرهای عادی را، شهروندای عادی را باید که رحمانوف تعریف کنن یا یکی هر یک قدردانی و تشکر و سفید کردنی باشن یا چاپلوسی در او می نویسن برای او میتن از کامیرای خودشون میگه بخون. این ما دو تا نوار برای شما در گذشته پیشنهاد کرده بودیم. برای چی؟ بعضی هموطنای ما
اخبارا رو اهمیت نمیتونه که همین ویدیو رو برای همون ما شخصا چیکار میکنیم همون جاش قایچی میکنیم یا که برای شما پیشنهاد میکنیم که ببینید که یا فریب میکنن ساختکاری همین دروغ فریب میکنن برای همین نشون میتیم یا یکی بگیم که دلیل فکتشن برای شما گوش زد میکنیم. از اون جمله یک پارچه نوار است که این هم یک ساختکاری آشکاره برای شما ما پیشنهاد میکنم بعد صحبت دوام میدیم. رحمان و مهرو هستم، آموزگار فنهای زبان و ادبیات تاجیکی، مؤسسه تحصیلات رقم 40 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. در صفحه فیسبوک اومده است که اسفندیار اودینه نام شخص اوضاع بر دروغ بی اساس پهن نموده است که گویا ما آموزگاران 60-70% معاش خود را نگرفتیم. این اوضاع ها اساس ندارند. ما آموزگاران معاش ماه می خود را پورا گرفتیم، حتی پیش از مهلت گرفتیم و سخنان اسفندیار اودینه اساس ندارند. اسفندیار تو خود دست پرور آموزگار هستی، شرم نداشتی که چنین آوازه‌های بر دروغ را از نام آموزگار در صفحه فیسبوک پهن نمودی؟ خب نگاه کنین، این یکی از معلمه ها یا که آموزگارهای مکتبی شهر دوشنبه یعنی پایتخت میگیم. نگاه کنین گپش نشون دادستن که بگو 60-70 از پهلو آوازش میاد. هم نوارایی که من میمونم اگر که او پس میگش که بعضی ها با گفتی چون که اگه نفهمن یکی شما دین باره تماشا کنین یا که بعضی یکم برده الکی میفهمین. همین نواره ما وقتی که در تلفنم گرفتم الکی او دلیلش کردن کورش کردن این صفحه شون شاید ایزو کشیدن یا یکی پشیمون شدن. نگاه کنین ما گفتیم که در گذشته که بسیار مجبور میکنن حتی مبارزا را خانواده‌شون برادرش پدرش مادرش راست همون کامرا دا میارن همو کارمندای چی وزارت داخله باشه یا که امنیت باشه یا دیگر ساختارها مجبورشون میکنن از دور همون میگن بخون و میخونن، یعنی که یک ساختکاری فریبی که برای همه معلومه. این نوار هم همه خیلی بد اینا دیدین. این یک نوار دیگه یک 5 سال پیش بود، 5 سال پیش نشر شد اما 2014 بده در پیستمازوری یکی از روستاهای که همون دهه های شهر کلاب یعنی ولایت ختلون داخل می شود. یک دپتات یا یکی وکیل هر اگرچه شما را زیادتر به خنده و به طری مسخره میکشین یا که هممون اما نوار ما اگر برای شما پیشکش میکنم خاطررسان میکنم نشان میتونم و صحبت دوام میتیم. ما اسلام نورالله دپتاتی همی نویای پیستمازور نماینده خلق. خب در نمی گفته مردک گفته مردک نه در نتیجه گفته مردک دیگه نگی مایل در نتیجه افت طبیعی همین جولای بسیار همین چاسکای پیستمازور 110 خوجگی دیای پیستمازور همین 110 خوجگی 80 تایمی زلالی جدی دیده با حکومت دستگیری جنوبی اولی اوزی گفته مردک اینا دستگیری کردن همه کارکناشون گفته مردک اینا روامون ایلا کردن گفته اینا با پلاتکا با چی تامین میکنن خیمه های نو تامین میکنن گفته مردک ما از جمهوری تاجیکستان مینداریم که گفته مردک دیگه نگو. نالی من امروز کارهای نمی برطرف سازی و کمیسیا کارهای نظارتی و سنجشی رفته سایت ما خودمون مردمی ده دستگیری میکنن همه چیزا برطرف میکنن رفته روز اشاره میکنیم بعد نجم برش این سوسنی ما بگرد تاقا نجم دیگه تمام ما همین خلق دیهای پیستمازور با چی بشکاکا آزی بسته من اشاره من میگم در اساس سپارش پرزیدنت کمیسیا تشکیل شده در حساب سپارش پرزیدنت کمیسیا تشکیل شده اوزی سنجش کردن همین قشلاق پیستمازور در دیهای ما 80 خوجگی زلال دید. من گفتم مردک امیرا بو با خیمه ها تامین کرده استن. گفتم مردک خب همون ضررهایی که دیدن مثلا چگونه ضرر است این شوت‌ها یا رسانه خونه استخامتی گفتم مردک است با از مول گوشون گفتم مردک خب از چاسکای پیستمازور گفتم
چی درش خو کم چخله رفتیم در دهه از پیستمازور 80 خوجاگی زلال دید از حساب مول گو 100 چند تا تلف یافت یک شد 50 تا گوی دیگه زلال یافت خیلی مردک باز همین کارکنای چی دولتی مورا با شو یاردم کرده استانبول. خب انا این بعد یکی از وکیل های امو پیستمازور گفتگیش خیلی دیگه نام نسب شخصم معرفی کردک اما همه کارمندان تلویزیونی شهر کلوب با اون اوازی که دیدن در پشتش اوازی تلویزیونی کلوب نوشتگیه. شما تصور کنین اوازی که در تلویزیونی کلوب یعنی یک استودیو در او خدمت میکنه ای به شرمندگیه. به هر حال همین مصاحبهش میگیرن اون هم همون گپش خیلی تکرار کردن میگیره دیده نه این هم نگاه کنین اما اعضای حکومت های بگونه نیست. دیدین که این خیلی بعضی نوارها وقتی که خیلی فاش میشه و آشکار میشه بعد مردم ما بعضیا خیلی میفهمن و حس میکنن که یو سختکاری میکردن او بعضیش که تری 10 بار خوندهش یا که امو رو اذیت کرده روی امو شپرگل که نوشتگی و که امو پلنشت بشو که ورق پشت میخونه برو میروه مانند امو تلویزیونشون گپ میزنن که اون برنداشون اون هم چاپلوسی تیاره کنن اون نوشتگی رو میخونند مردم بعضیش نمیفهمه اما نفری که میخونه چشمش نگاه کنین معلوم میشه از روی خوندگیش ایایی که طرف فوش سختکوری زیادتر شدگیان یا برای ما شما الکی دیگر یک آبی روان موری میفهمیم شون یا که چون هم دیگر ایزا میکشن در این باره صحبت نمیکنن. یک نوار دیگه هم هسته که ایرم یک همچون مسخره های اما این دو معنی داره. یا معنیش برای همه ژورنالیستو که همه سختکوری های همه حکومت ها یا معنی گشت علاقه معلومه که با کی دو تا نقطه چه از دو طرف با رحمانوف ایرم پیشنهاد شما میکنم. این اکثریت با نفر میفهمن بله. عموما اصلا خواهش میکنم. درسته انا وای پیشگیری شما درسته انا وای اگر شما کار وای نمیکردین این کارو ما هم وای نمیشید ما هم در نویه وای نمیکردن همین شما خوب کردین وای کردین که اومدین اینا از وای ما وای کردید نظر کردید زمینای ما رو وای کردید شما ما بسیار راضی هستم همین چیز رحمت خود رو از همه خواجگی همین نویه وای میکنم با شما که شما اگر همین وای هر چی تیسر همین اکاجا گوش کنید شما گوش کنید اکاجا این خیلی شما رو نشید اکاجا میکروفون رو قطع اکاجا خب خفیده منم خیر خب میشم که شروع خب دیدی اکا ها ایرو انا می خودم میگن اکا از روی هوایی ها ایران خودم خب از روی هوایی وای کنیم ایران میخونم وای انا ما میخوام شما بکنه مایلش چیز انا سال گذشته که وقتی شما اومدید ما زمین رو بسیار حاصل خیز کردیم زمین ما حاصلی نقص داد زمین کپوس کردم بسیار حاصل نقص داد انا سال گذشته با شما اومدید من از همین تمام ماموریت همین کلخوز با شما رحمت میگم که شما ما رو تیز خبر میگیرید کلخوز ما یکی از کلخوزهای نمونه است همین سال گذشته وای کردیم اینا با وای کردیم زمین برای کشتی توبیسانه وای کردیم تیار کردیم اگر زمین وای نکنی وای نمیشود همین زمین بی وای میموند بی نمی میموند بی وای میموند اکا جان اینجا تماما وای نویسندگی نیست کلمه وای استفاده نبرین و اکا تیموس ایوی هوایی شد برادر بخش درسته گپ شما درسته من کم تر به خطاگی رو داشتم باید همین زمین وای نکنی اگر وای نمیشه اگر یک لحظه وای کنم تمامی وای عصبانیتی 100 سالاش برآمده میره سره. خب دیدین این خیلی حجیب نگار است اما ایرا علاقه میفهمینده یگون جای دیگه تحلیلش نیست یگون جای دیگه پنهانی یا که مخفی و سیر نداره نمی نوار دیدین که با کی داخل داره کی را یعنی که مذاق کردن انا یا رحمان فهم مال دیگه هیچ که وای زیاد نمیکنه. انا دیدین که از سه نوار شد بغیر از این که درباره رحمان صحبت کنیم که روی ورق میخونه کرونا چیزی نوشتگی باشه دیگه او آنخ خونده رفتن میگیره به نقطه و به ورگل این نوارها بدن پیشنهاد شما کردیم شما خوب تماشاشون کردین بخواین دویم بار تماشاشون کنین و نظر و فکرای شما را ما در زیر نوار انتظاریم. یعنی قضاوت از شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.